فکرش رو بکن که همه چیز تو زندگیت با یک اشاره دست یا یک صدای ساده ازت فرما بگیری. قهوت آماده است، ماشینت توی پارکینگ منتظر و توی ماشین خودرانت تا سر کار راحت استراحت میکنی. این جادوی اینترنت اشیاست. اگه تا آخر ویدیو همراه من بمونی، یک تکنولوژی مهم در مورد مغز انسان و ارتباط اون با اینترنت اشیا بهتون بگم که ذهنت رو منفجر میکنه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. به زبون ساده این تکنولوژی باعث میشه که وسایلت به اینترنت وصل بشن، با هم دیگه حرف بزنن. مثلا یخچالت بهت میگه که کی باید خرید کنی یا یک ماشین میدونه کجا باید پارک کنه. در واقع اینترنت اشیا اومده که زندگی ما رو آسان تر کنه. الان از همین میایم در مورد خونه های هوشمند صحبت میکنیم. تا حالا فکر کرده که چقدر زمان صرف روشن و خاموش کردن چراغ ها، تنظیم دمای خونه یا حتی خاموش و روشن کردن وسایل برقی کردی؟ این چیزها دیگه قدیمی شدن. حالا با اینترنت اشیا میتونی خونت رو با صدات کنترل کنی یا حتی گوشی و موبایلت. مثلا میتونی قبل از اینکه به خونه برسی از راه دور بخارت رو روشن کنی تا وقتی وارد میشی خونت گرم باشه. این یعنی دیگه لازم نیست کارهای کوچیک و وقتگیر رو خودت انجام بدی. از قهوه ساز گرفته تا پرده های خونت، همه چیز به هم دیگه وصله و خودشون کار میکنن. و اما دومین مورد ماشین های هوشمند و خودران هستن. همه بریم بیرون از خونه. ماشین های هوشمند و خودران. ماشین با کمک اینترنت اشیا میدونه که مقصدش کجاست، بهترین مسیر رو انتخاب میکنه و حتی خودش دنبال جای پارک میگرده. پس دیگه خبری از استرس‌های رانندگی توی ترافیک یا پارک کردن نیست. خود ماشین همه کارها رو انجام میده. این یعنی با یک ماشین خودران میتونی از وقت بهتر استفاده کنی. میتونی بشینی و یک فیلم ببینی یا حتی کارهای روزمرت رو انجام بدی، در حالی که ماشینت خودش داره تو رو به مقصدت میرسونه. حالا عزیزان من، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید تا ادامه مطلب رو بهتون بگم. و اما سومین تکنولوژی سلامت دیجیتاله. یکی دیگه از جایی که اینترنت اشیا به کمک من اومده دنیای سلامته. مثلا یک ساعت هوشمند یا دستبند سلامتی رو تصور کن که همیشه در حال بررسی وضعیت بدنته. اگه ضربان قلبت بالاتر بره یا فشار زیاد بشه بهت هشدار میده و حتی اگه بخوای اطلاعاتت رو مستقیم برای دکترت میفرسته. دیگه نیازی به ویزیت های حضوری پشت سر هم نیست. این دستگاه ها به کمک اینترنت اشیا میتونن خیلی سریع اطلاعات رو به دکترها یا حتی داروخونه ها برسونن. پس دیگه نگرانی بابت سلامتیت نخواهی داشت، چون دستگاه ها همه چیز رو زیر نظر دارن. و اما مورد بعدی شهرهای هوشمند، خیابونها و ترافیک هم هوشمند شدن. همه بیایم یکم بزرگتر فکر کنیم. شهرهای هوشمند دیگه یک رویا نیستم. مثلا تصور کن که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به حسگرهای وصل باشن که در لحظه ترافیک رو چک کنن و زمان چراغ‌ها رو بر اساس میزان ترافیک تنظیم میکنن. یا مثلا ایستگاه‌های اتوبوس و مترو که خودشون میدونن چقدر شلوغن و میتونن برنامه‌ریزی کنن که تعداد بیشتری وسیله نقلیه رو در اختیار مردم بگذارن. این یعنی توی شهرهای هوشمند کمتر ترافیک خواهیم داشت، انرژی بهینه‌تر مصرف میشه و البته زندگی راحت تری برای همه فراهم میشه. و اما موضوع بعدی کشاورزی هوشمند. اینترنت اشیا به مزرعه ها هم رسیده. اما فقط شهرها نیستن که هوشمند شدن، حتی مزرعه ها هم به اینترنت وصل بشن.
کشاورزها با کمک حسگرایی که توی زمین و گیاهان میذارن میتونن بفهمن که چه زمانی باید آبیاری کنن یا چه زمانی محصولات آماده برداشتند. این یعنی دیگه لازم نیست حدس بزنن که چه زمانی بهترین زمان برای کشت و برداشت. حتی ماشین آلات کشاورزی هم به اینترنت وصلن و میتونن به صورت خودکار کار کنن. این یعنی تو دنیای اینترنت اشیا تولیدات کشاورزی هم خیلی کارآمدتر و بهینه‌تر میشن. حالا عزیزان من، به من بگید کدام یکی از این تکنولوژی ها به نظر شما مفید تره برای خانواده ها. نظراتتون رو در کامنت ها با من و دوستانتون به اشتراک بگذارید. و اما موضوع بعدی امنیت اینترنت اشیاست. حالا که همه چیز به اینترنت وصله، یک سوال پیش میاد: امنیت چی میشه وقتی یخچالت، ماشینت یا حتی ساعت هوشمندت به اینترنت وصله؟ این یعنی ممکنه هکرها بتونن به این دستگاه ها دسترسی پیدا کنن. ولی نگران نباش، متخصصای امنیتی دارن سخت کار میکنن تا مطمئن بشن که اینترنتت امن میمونه. البته خودت هم میتونی با رعایت چند تا نکته ساده امنیتی مثل استفاده از رمزهای قوی و به روزرسانی‌های منظم دستگاهت امنیت اطلاعاتت رو بالا ببری. و نکته دیگه که باید بهتون بگم اینه که تا چند سال دیگه ما حتی میتونیم از طریق اینترنت اشیا با گیاهان و حیوانات هم ارتباط برقرار کنیم. بله، درست شنیدی، اینترنت اشیا برای اونقدر پیشرفت میکنه که حتی میتونیم بفهمیم که گیاهمون چه زمانی به آب نیاز داره یا حتی چه زمانی حالش خوب نیست. این یعنی ارتباط ما با طبیعت هم قرار دیجیتالی بشه. و اما نکته پایانه‌ای که قولش رو بهتون داده بودم اینه که تا چند سال دیگه اینترنت اشیا قراره به جایی برسه که حتی مغز انسان‌ها رو به اینترنت وصل کنه. آره، درست شنیدی، به زودی تکنولوژی به جایی میرسه که بتونی فقط با فکر کردن یک پیام بفرستی یا یک وسیله برقی رو روشن کنی. تصور کن که فقط با یک فکر بتونی خونت رو مدیریت کنی یا حتی با دوستات تو اینترنت حرف بزنی. این یعنی آینده‌ای که مرز بین تکنولوژی و فکر انسان دیگه از بین میره. عجیبه نه؟ حالا عزیزان من، اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید، چون ویدیوهای بعدی در مورد دانستنی های عجیب و غریب دیگه است.